شامتون بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 5 ینور است و این موضوع ها را داریم. مرگ در زندان. یک نماینده پیشین حزب منشوده نهضت اسلامی که از بیماری رنج میبرد در محبس وحدت درگذشت. این خیلی هم می شده است. سربازی را بعد 2 ماه خدمت در ارتش با بلیت حربی جواب دادند. فقط مقصد دروغتی خدمت نگاه بین میکردم. خیلی کسی که کده مقصد به جزاش باید برسه که ما خیلی عذاب کشیدیم در حساب سلامتی. با تلاش‌های حکومت تاجیکستان کتابخانه و کتاب فروشی زیاد می شود، اما توجه به خواندن کتاب چی؟ حاضر کتاب نویس بسیار شده است و کتابخوان کم. رجب کومیلوف رئیسی سابق حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در نویه دنغره شب 4 ینور امسال در زندان شهر وحدت درگذشته است. سبب رسمی آن معلوم نیست. یک منبع رادیو آزادی در شفاخانه زندان شهر وحدت خبر داد که کومیلوف 63 ساله گرفتاری بیماری فلج بود. جنت‌الله کومیل برادر رجب کومیلوف و یکی از نمایندگان مخالفان حکومت در اروپا با تصدیق خبر مرگ برادرش نوشت او از سال 2018 در زندان نگهداری میشد. دیدبان حقوق بشر ماه سپتامبر سال 2019 در گزارش نوشته بود که رجب کومیلوف با گناه پیروی از سازمان‌های ممنوع و جنایت‌های نامعین در دوام جنگ شهروندی سال‌های 1992-1997 به 10 سال زندان محکوم شده است. تقریباً 2 ماه پیش رادیو آزادی درباره شکایت پیوندان نوسکری از نویه شمزین شاهین گزارش تهیه کرد که میگفتند پسرشان را با وجود داشتن بیماری جدی غیر قانونی به ارتش بردند. آن زمان در حکومت نویه اصرار ورزیدند که آنها افراد بیمار را به خدمت جلب نمیکنند. دادستانی حربی کولوب وعده داده بود که دعوای خانواده سرباز را میسنجد. حالا از گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده معلوم می شود که این نوسکر را در نهایت از خدمت حربی آزاد کردند. سبحان احمد جان ساکن 23 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین بعد از تقریباً 2 ماه خدمت در ارتش با بلیت حربی به خانه برگشت، اما خوشحال نیست. میگوید از درد روده و ستون مهره اذیت میکشد و به سنجش به سربازی برده شد و حالا وضع سلامتیش بدتر گردیده. پزشکان در کلوب توصیه دادند که باید هرچی زود جراحی شود. هسپتال بردن، هسپتال حربی بیمارخانه شهری رنگین کردن، دیدن همه بیماری را برآوردن، کمی سواد کردن. خیلی کمی سواد دید گفت دیگه نمیشه، خیلی جواب دادن دیگه ما با کلا نمیگرفتن تا وقت. سبحان را در ماه نوامبر سال 2023 به خدمت حربی بردند. در یک قسم نظامی وابسته به وزارت دفاع در ولایت سوغد بود. تنها 1 ماه تاب آورد، سپس در بیمارستان جای کردند. سلامتی بدتر همه ورم آورد، رودو دیگه دست کلام کرد، رودو هم از اپورت جگی نوز بیاد اپرات سکنم دیگه هیچ کی مقصد پروی بودم ایرویکگی پروی من نداره، روزی هم خدمت میگه دیگه. حالا او بلیت حربی دارد. در آن سبحان احمد جان را بیمار و غیر قابل خدمت نوشته اند. چیزی که به گفته خانواده‌اش باید کمیسیون دعوت پیش از فرستاندن او به قسم نظامی انجام میداد. آنها طلب دارند که سببگاران این وضع از جمله مأموران کمیسیونت حربی جزا گیرند. همه را خیلی ما عذاب کشیدیم، ما 1 ماه خدمت کردیم، فقط مقصد دروغتی خدمت نگاه بین میکردم. خیلی کسی که کده مقصد به جزاش باید برسه که ما خیلی عذاب کشیدیم در حساب سلامتی. رادیوی آزادی 1 ماه پیش درباره قضیه سبحان احمد جان گزارش داد. در کمیسیونت حربی شرح ندادند. در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین گفته بودند که شخصان بیمار را به خدمت جلب نمی کنند. دادستان گارنیزون حربی کلوب گفت که مسئله را تحقیق می کند. این ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید اگر مشکلی او بازتاب نمیافت شاید هنوز یا در بیمارستان بود یا با درد جانکاه در قسم نظامی. حالا حجت‌های طبی در دست روزش را در بیمارستان ها می‌گذراند. می‌خواهد که جراحی کند و خود را از بند بیماری برهاند، اما نمی‌داند این کار کی و چگونه امکان پذیر خواهد شد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.
بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه رو می‌آوریم به پیام رئیس جمهور امامعلی رحمان که هنگام سخنرانی در حضور وکیلان و وزیران گفت که مقامات به مشکلات مهاجران بی‌اعتنایی می‌کنند و در فکر نفسی بد خود هستند. همکاران ما در برنامه گپ آزادی این هفته همین موضوع را مطرح کردند و پاره از آن را با هم می‌بینیم. فکر نمی کنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ به این چی میگوید شما؟ این چیز رو پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاهی می شود ما حتی از رسانه‌های خبری هم میفهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدند. تشکر. محترم سهراب ظفر، شما به همین سوالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای ابله دولت راضی هستید؟ مرحبا. سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیوی آزادی. تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته. فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت‌های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقتی از کمبودیا حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارند، گرچند که میدونن چون این مشکلات هست این را قبول ندارند و در اینن که کدام حرکت‌های سیاسی خب به خاطر هدف‌های خود رسیدن چون این حرفا میبافن و به مردم میخوان رسونن. امروز از خود رئیس جمهور اقرار کرد که هست. پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد. یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند. به این چی میگویی؟ من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و میدوند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میدوند که چی میگذرد در جامعه. 100% میدوند، بیشتر از ما و شما میدوند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرن؟ چون سیستم آلوده فساد است، به راه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خود عوض کنند پایان این رژیم شد. دوستان عزیز، برنامه گپ آزاد روز یکشنبه ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در وبسایت azadi.org و ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. از هفتم январи امسال شهروندان خارجی که در اساس پتنت در روسیه کار میکنند وظیفه دارند که اوید به فعالیتشان وزارت کارهای داخلی این کشور را به طور خطی یا توسط پایگاه گوسوسلوگی آگاه کنند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک آگاهینامه به مهاجران مهنتی تاجیک اوید عهدهداری نو یادآور شده اجرای آن را درخواست کرده است. در اساس فرمان نوی وزارت کارهای داخلی روسیه، اگر در دام 2 ماه از روز گرفتن پتنت درباره فعالیت مهنتی آگاهینامه پیشنهاد نشود، پتنت شهروند خارجی بیکار شده، مهلت بودوبوش او در قلمرو روسیه کم می‌گردد. پتنت نو را تنها بعد از 1 سال به رسمیت درآوردن ممکن است. این در حالی است که نرخ پتنت کاری در روسیه از سال نو در بعضی گوشه‌های این کشور بلند برده شد. از جمله در مسکو و ولایت مسکو ارزش آن به 7,500 روبل رسید. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سالهای اخیر آزمون کتابی سال و سبقت کتابخوانی بهترین را راه اندازی نمودند. هدف به گفته مسئولین معرفی کتاب‌های جالب و ترغیب فرهنگ کتابخوانی است. اما برخی از کارشناسان و مسئولان کتابفروشی‌ها همانا از کم هوادار بودن کتاب‌های تاجیکی و توجه کم به کتابخوانی میگویند. با براد یوسفی و ارشاد سلیمانی به کتابفروشی‌های دوشنبه سراغ کتاب‌های سیرخواننده یا کتابی سال می رویم.
неъматуллоҳ маҳмадалиев сокини 70-солаи шаҳри душанбе ҳамроҳ бо наберааш ба ин ҷо омадааст то китоби нав ва писандашро харид кунад. аз кӯдакӣ китобхониро дӯст медоштааст. ман кӯшиш кардастам ки дар бораи таърихи гузаштагони худамон донам, хонам ва ба фарзандону наслҳои худамон бифаҳмонам, зеро таърихи норӯшани гузаштагони мо беҳад хеле норӯшан зиёд будааст. Ина барои ҳамин ман кӯшиш мекунам хо дар китобхона, хо дар дигар ҷо, хо дар интернет, ба воситаи интернет бошад, ман аз дигар адабиётҳо ман ҷустуҷӯ дорам ва имрӯз омадани яке аз сабабҳои ин буд ки ман дар бораи ҳамин гузаштагон ни худамон ина дар бораи бузургони худамон бештар ман китобҳоро ҷустуҷӯ карда ёбам. неъматуллои бознишаста аз мазмуну муҳтавои китобҳои солҳои ахир чандон розӣ нест ва дар баробари гаронии қимати китоб инро як сабаби таваҷҷӯҳи кам ба китобу китобхонӣ медонад. ҳозир китоб навис бисёр шудаасту китобхон кам. китобхон оли ман бародару ёру рафиқор мепурсам, китоб намехонам. барои чи? Китоб бисёр, ҳамаш дар як китобҳо менависанд, дар китобҳои автобиографӣ. китобдорону китобфурӯшон ҳам аз таваҷҷӯҳи кам ба китобҳо махсусан ба забони тоҷикӣ нигаронанд. мегӯянд солҳои ахир китоберо ки фурӯши зиёд дошта бошаду онро китоби сол унвон кард ба мушоҳида намерасад. агар манзури шумо аз китоб бо забони тоҷикӣ ва дар фазои тоҷикзабонӣ бошад, ки фарогир бошаду серхаридор бошаду ё масалан таблиғоти бештар ё атрофш гуфтугӯ шида бошад, мо ҳамчунин китоберо то ҳозир мушоҳида накардем дар Тоҷикистон. вале дар байни русизабон, яъне китобое ки бо забони русӣ ҳастанд ва мардуми русизабон бештар суроғ мекунанд, тоҷикое ки бо забони русӣ мехонанд, ҳамин китобҳои ба мисли Элиф Шафақ ё китобҳои ангезишӣ мисли Багати Папа Бедни Папа Сами Багати Шлег Вавилони ё Павло Койл Алхимик, баъзе ҳамин китобҳо харидорои бештар доранд. вазорати фарҳанги Тоҷикистон ҳар сол озмунеро бо номи китоби сол баргузор мекунад. با ozmun کتاب معلفان پیشنهاد میکنند و داوران غالبان کتاب سال را معرفی میکنند که جایزه هم دارد. هدف از برگزار نمودن این ozmun پیش از همه دو چیز است. اول ترغیب اهل ایجاد به ایجاد کتاب‌های ارزشمند، دوم معرفی کتاب‌های ارزشمند برای جامعه. معیارهاش معلوم است. یعنی به اعتبار گرفته می شود که این اثر تا چه اندازه ارزش بدیهی دارد. هنر نویسندگی یا شاعری مؤلف به اعتبار گرفته می شود. خب موضوع هایی که وابسته به نامیناسی ها هستند در این ozmun به اعتبار گرفته می شوند. یعنی در مجموع همه جنبه های برد و باختی همین اثرها از سوی داوران تحلیل کرده می شود و بعدا با قرار منصفانه یعنی بر اساس رعایت عدالت آنها تصمیم می گیرند که خب این کتاب بهتر است به کدام خاطر. در تاجیکستان پایگاه‌های مخصوصی وجود ندارد که با تحلیل مشخص کردن کتاب بهترین و پرفروشترین سال مشغول باشد. اگرچه با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان در مرکزهای شهر و نواحی کشور کتابخانه‌ها بنیاد کرده شده است، ولی بسیاری از آنها خالی هستند و رفع کتاب‌ها نیز زیر گرد مانده‌اند. با یک خبر کوتاه نام معاون اول و معاون دیگری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان معلوم شد. بر اساس قرار حکومت از 5 ینور امسال اسمت الله نصرالدین معاون اولی وزیر تعیین شده است. او تا این دم در منصب سفیر تاجیکستان در پاکستان و بنگلادش کار میکرد. فاروق شریفزاده را معاون دیگری وزیر کارهای خارجه تعیین کردند. شریفزاده از سال 2017 تا ماه می سال 2023 نماینده رسمی تاجیکستان در ترکمنستان بود. دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه ها با پایان میرسانیم. تشکر که تا این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر خبری دارید برایمان لطفا نویسید. در 2 روز آینده برای شما عزیزان صورت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.